آقای شهرابی، کارشناس سیاسی، خیلی خیلی خوش اومدین. در همین ابتدای مصاحبه میخوایم پیش از هر چیزی به تحولات اخیر منطقه بپردازیم و این آتشی که کم کم دوباره داره شعله‌ور میشه. حالا نمیدونیم جنگ سوم رو روش بذاریم این عنوان رو یا نه. ببینید اینجوری من نگاهمو سهیم میشم با مخاطب شما. یه موقع است که آدم صحبت میکنه امشب جنگ میشه، یا مثلا فردا جنگ میشه، پس فردا جنگ میشه جنگ سوم. من زمانش نمیدونم، ولی اینکه این رویارویی بین ایالات متحده آمریکا و ایران ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، تکرار خواهد شد این تنش و درگیری نظامی، بله. پاسخ من قاطع اینه که 100%. دلایلش هم داره، حالا میشه بهش پرداخت که چرا. بعدم نیست اینجا کوتاه بریم سر همین رو روشنش بکنیم. ببینید اینجا برگردیم به مثلا 40 خورده سال پیش یه حکومتی هستش که وابسته است به ایالات متحده، مطیع کاری که ایالات متحده میخواد و تو ایران انجام میده. تو زمینه تملک و دسترسی ایالات متحده به منابع طبیعی ایران خواسته های آمریکا رو اجرا میکنه. ارتشش، قوای نظامی و اطلاعاتی، اینا همش وابسته به آمریکاست. این ساقط میشه. یعنی نظامی که کاملا فرمانبردار اون موقع میگفتن که یه اسرائیل شما دارین، یه ایران، اینا پایگاه‌های مطمئن ایالات متحده بودن در منطقه، یکیش میفته. از اون روزی که میفته این درگیری شروع میشه. داریم قصه تعریف نمی‌کنیم، فقط داریم نگاه می‌کنیم چی شد و سریعا می‌خوام بیام جلو. یعنی همون موقع که میفته شما جنگو دارین، ترور رو دارین، 17000 نفر رو می‌کشن، 17000 نفر که توش مثلا رئیس جمهور هست، نخست وزیر هست، 10 ها نماینده مجلس هست، نماینده های امام هستش، تو این شهرستان اون شهرستان، همه رو میزنن، ترور میکنن، جنگ میکنن، تحریم میکنن، ادامه پیدا میکنه. میاد اون وقت این جنگ‌های اخیر رو داریم. یعنی یه سناریوست، یه صحنه است، یه درگیریه که اصل مطلب چیه؟ میخواد فیصله بده این قصه ای که یه نظامی میاد و میگه که من میخوام مستقل باشم، نمیخوام تبعیت بکنم از سرامید. این باقی مونده. نه تنها باقی مونده، این مشکل حادتر شده. حالا از نگاه اونها شما نگاه بکنید. شما میایین میرسه به یه جایی که میایین دیگه شمشیر رو میکشین با آقای خامنه ای، سیدعلی خامنه ای، رهبر شهید ایران، میگی میکشمت. علنا توی تلویزیون هم میکشم، دنبال این هستم ترورت کنم، به شرط اینکه تنها جایی هم که وجود داره که زنده بمونی اینه که تسلیم شی. طرف میاد اون وقت پیغام میده، آقای خامنه‌ای اون موقع میاد میگه تسلیم نمیشه، این ملت اصلا تسلیم شدنی نیست، اشتباه کردی. میگه میزنم بهت که این جریان رو تغییر بیارم، تو و امثال تو رو کنار میذارم، عقلا رو، عاقلا رو، اونایی که فهمیده هستن رو میارم تو حکومت. این نقشه بود دیگه. اینو من دارم نمیگم، اینو همه هر کسی که نگاه کرده این سناریویی که خودشون میکنن. خب این کارو میکنن، درست عکسش میشه. درست عکسش میشه. شما سیدعلی رو میزنی، میلیون ها که اون وقت برگردیم پریروز چه اتفاق افتاد؟ همونی که شما زدینش که منجر به این بشه که ملت تسلیم بشه، میلیون ها میلیون میان میگن اون مشی رو میخوایم ادامه بدیم. به عبارت دیگه ساده تر، اتفاقی که میفته چیه؟ شما میزنین که حکومت بره به طرف سازش، حکومت رادیکال تر میشه. چه اتفاقی میفته؟ یه سیستمی میاد، سیستم خیلی جالبیه. این چیزی که الان ترامپ اخیراً گفته که اگه منو بزنیم فلان میشه، فلان کار میشه. ما اینا رهبری زنده بود این برنامه ریزی میشه که آقا اگر منو زدن این اتفاق بیفته، اگه اونم زدن بعد این بیفته، اگه اون یکی رو هم زدن این بیفته. یعنی همین جوری برنامه‌ریزی داریم برات. و هر چی که بزنی، نیرویی که اون وقت حاکم میشه تو ایران، نیرویی که قاطعیت بیشتری به خرج میده تو مقابله باهات، این اتفاقی که میفته. خب پس در اصل چیه سناریو الان که نگاهش میکنیم؟ یک درگیری که ناشی از یک تضاد غیر قابل حله. یک نظام سلطه است، یه نظامیه که میگه من سلطه رو نمیخوام بپذیرم. این اتفاقی که داره میفته خیلی هم اتفاق میمونیه. حالا از شما از این زاویه نگاه کنین خیلی مبارکه. شما یه جهانی داشتین که یه امپراتوریه که کودتا میکنه، جنگ میکنه، میکشه، ترور میکنه، همه رو مطیع میکنه، بعد اون وقت یه جایی به اسم جمهوری اسلامی ایران یه نظامی روی کار میاد که
میگه من مقاومت میکنم و این الهام بخش میشه. لبنان میشه، فلسطین هستش. یعنی شما سوالتون این بود منطقه غرب آسیا خاورمیانه میره توی یک مرحله تشدید رویارویی با ایالات متحده و تقویت مقاومت. این صحنه است و اینکه درگیری میشه، اجازه بدین حالا اینجوری تصحیحش بکنیم. میتونم درگیری به یه شرطی نشه. ممکن میگین جنگ به چه شرطی میتونه درگیری نشه؟ من میگم خدمتتون یه عده توهم اینو دارن که اگه ما بریم امتیاز بدیم بخندیم. بودن دیگه یه عده میگفتن لبخند بزنیم قشنگ دندونامونو ببینن اینجوری کنیم خوششون بیاد، بعد وقت مسئله حل میشه. خب نمیشد. کردن دیگه، کردن. لبخند نه، نیششون رو تا اینجا وا کردن، نشد. اصلا با نیش وا نمیشه، این حل نمیشه. الان هم میگن اینجوری نیستش که همه چیز رادیکال و همه مثل مردم میگن. نه، یه عده میگن خطرناکه، این آمریکا میکشه، بمب اتم داره. حرفشون چیه؟ که آقا مقاومت اینا هم حدی داره. آسته برو، آسته بیا، بار به شاخت نزنه. چی کار داری به این کارا؟ زندگی تو بکن. مگه این همه مگه کره جنوبی نری، مگه اونور نری؟ نوکری آمریکا رو میکنن، زندگیشون رو میکنن. تو هم نوکری کن، تو هم تبعیت کن. وقت اتفاقی که افتاده اینه که یه ملتی که اینو نمیخواد، این مسئله نیست که مجتبی نمیخواد، تقی نمیخواد، ناصر نمیخواد، نه، یه ملتی که نمیخواد تن در بده به این ذلت. و این اتفاق خوشایند. اجازه بدین من سفر بودم اخیراً، مراسلاتی حالا سفر رفته بودم، چند تا کشور تو مسیرم بود. اینو بدون اغراق من میگم، تو هر کدوم از اینا وقتی که میفهمیدن شما ایرانی هستید، برخلاف این سناریو و این قصه‌ای که تعریف میکنن که ایران از اعتبار افتاده اینا، شما احترام رو تو چشم مردم میدیدید. که زنده باد به شما که جلوی آمریکا وایسادید، زنده باد به شما که امید ایجاد کردید واسه جامعه بشری. یه کشور پیدا شده که میگه میشه وایساد و وقت به شکرانه اتفاقاتی که اینجا افتاده، بچه‌های ما، بچه‌های خود ما اینا رفتن تو این دوره، مثلا یک اومدن موشک فلان رو درست کردن که میخوره وسط تل‌آویو. موشک داری که میتونه اروپا بزنه، موشک داری که میتونه یواش یواش از این ور اون ور بزنه، ایالات متحده رو بزنه. یعنی یک توانمندی قوی نظامی ایجاد شده. اینو من نمیگم، کارشناسای نظامی ایالات متحده میگن که ایران امروز که ما ازش صحبت میکنیم یکی از 4 تا کشور قدرتمند جهانه. 4 تا ما جزو 4 تاییم. خب در رابطه با همین توان نظامی، پس نظر شما اینه نه تنها ضعیف نشده توان نظامی ایران که قوی هم هست هنوز؟ ببینید توان نظامی قویه، ولی یه چیز قوی تر از بغل این شما اینو نگاه بکنید. اینو من که دارم میگم بر روی آگاهی میگم، بر روی حدس و گمان دارم نمیگم. وقتی که طرف مقابل میاد محاسبه میکنه که شما رو بزنه یا نه، یه چیزی که براش خیلی مهمه اینه که افکار عمومی اونجایی که میخواد بزنه چقدر تاب مقاومت داره، چقدر میتونه تحمل بکنه. چیزی که اینا پریروز دیدن اینه که اینجا چیزه، اینجا آتیشه، اینجا شوخی نداره. اجازه من همینجا بگم چون بحث داغیه. الان میگن آقای رهبر جمهوری اسلامی آقا مجتبی خامنه‌ای گفته که خب ما انتقام میگیریم، رهبری رو زدن، انتقام میگیریم. ببینید چه اتفاقی میفته اینجا. اشتباه نباید کرد. آقای خامنه‌ای اینو نمیگه. آقای خامنه‌ای اینو بعد از این میگه که 16 میلیون میان 100 شب میرن تو معبدین و خیابونای ایران میگن انتقام بگیریم. یعنی پاسخ میده به مطالبه ملت. اینو باید درست فهمیده شه. چون دارن اینجوری چیزش میکنن. یه کسی داغ کرده میگه مثلا انتقام بگیریم. اصلا از این خبرها نیست. در حقیقت همین ملت مبعوث که صحبتش میشه، ملتی اینا رخدادهایی که تاریخ در مورد این آقا قضاوت کرد. یه جایی ما داریم زندگی میکنیم برای اولین بار تو سرنوشت این ملت که رهبری کشور صحبت میکنه، میگه ملت مبعوث واسه اینکه حکومت بکنه. یه رویداد، یه تحول، یه دیگرگونیه. و اگر این اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی بغل اون بمب نظامی، اون توانمندی نظامی، شما یه قوایی دارین که هیچ نیرویی نمیتونه دیگه شکستش بده. و اون چیه؟ نیروی ملت متحد، آگاه،
که میخواد ایستادگی بکنه، میخواد استقامت بکنه. اینا شعار نیستش. مثال شما براتون بزنم، ما که حالا موشک داریم، فلان داریم، اینا یک کشور دارید شما 90 مایلی ایالات متحده اندازه تهران قزوین به اسم کوبا که در 20 سال قبل از ما انقلاب کرده، این توانمندی نظامی رو هم نداره، نفت هم نداره، منابع طبیعی اینجوری هم نداره، وایساده جلوی آمریکا تونسته مقاومت بکنه. به شکرانه چی؟ به شکرانه یه آگاهی ملت، اتحاد ملت. یعنی رسیده کشور ما به جایی که مبارزه علیه ایالات متحده، مبارزه واسه امنیت ملی، مبارزه واسه استقلال، واسه حاکمیت ملی گره خورده به مسئله چی؟ مبارزه علیه نیروهایی که پایگاه اجتماعی و ستون حاکمیت ایالات متحده تو کشور ما هستن. چند نفرن؟ 10 نفر. ما چند نفریم؟ 90 میلیون نفر. اونا 100 تن 500 تن هیچن، ولی قدرتمند از تمام ما بیشتر پول تو جیبشونه. همینجوری که ما اینجا بچه ها شهید میشن، اینا هر روزی که ما شهید میدیم یک کاخ میسازن تو کانادا، یک کاخ میسازن تو ترکیه. اینن درشا تعارف کنار، رو درسته کنار. ملت مبعوث امروز تقاضا داره، امروز مطالبه داره، خیر اینا رو بگیریم. خیر اینا رو خودش خواهد گرفت. نمیدونم اینا رو پخش خواهید کرده نه؟ نمیدونم، ولی امیدوارم پخش کنیم. زمانیه که اینا رو وقت صحبتی که من دارم میکنم چرا لازمه پخش بشه؟ چون صحبت من نیست. شما برید با تک تک کارگرای مملکت صحبت میکنید، با تک تک مردمی که سختی دارن میکشن، حقوقشون کفاف 17 روز، اونایی که خوب حقوق میگیرن، عالی حقوق میگیرن، 17 روزشون میتونن تامین کنن. بقیه‌اش چیکار میکنن؟ اونایی که حقوق متوسط چیز میگیرن 7 روزشون، 8 روزشون نداره. بله داریم مشکلات از ایالات متحده، تحریم، فشار اقتصادی، اینا رو باید درک کرد، ولی در کنار این فشارهای جنگ باید تقسیم شه. اینجوری نیستش که یه عده گشنگی بکشن، یه عده همون زمان که اینا گشنگی میشن کاخ بسازن. مطالبه ملت اینه که برای تحقق پیدا کردن خواست رهبر شهید انقلاب که یه خواست داشت، رهبری شما سخنرانی‌هاش گوش بدین، یه خواست مطرح میکنه، میگه باید ایران قوی داشته باشیم. ایران قوی یعنی موشک داشته باشه. ایران قوی یعنی اراده مقاومت داشته باشه. ایران قوی یعنی ملت منسجم متحد داشته باشه. ایران قوی یعنی به خواسته‌های به حق ملت پاسخ داده بشه. ایران اینجوری قوی میشه. شما نمیتونید افزایش رسموس رو متناسب با تورم انجام ندید، سبد معیشت یه خانواده کارگری رو که طبق قانون اساسی، طبق قانون کار باید تأمین بشه رو تأمین نکنید، انتظار داشته باشید که کشور بتونه اونطوری که باید مقاومت بکنه. این داستان ما. نکته جامون بگین شما. خب در رابطه با حالا تحولات سیاسی کشور، اتفاقاتی که تو چند ماه گذشته افتاد، خب خیلی وضعیت اقتصاد مردم ضعیف شد. خب شما مسلما کارشناس اقتصادی نیستین، کارشناس سیاسی هستین، اما حالا به عنوان کسی که در بطن این جامعه این، چه پیشنهادی میتونین بدین جهت تقویت حداقل بعد اقتصادی مردم؟ همین الان خودتون فرمودین حتی حقوق متوسط کفاف 7 روز رو میده. ببینید یه کاری که میشه، چیزی که هستش اینه که از این، ببینید خود شعاری به نظر میرسه، ولی خب شعار از نظر محتواش نگاه کنید. یه جامعه شما دارین 90 میلیونه، توش اقشار مختلف هستن، کارگر هستش، کشاورز هستش، کسبه هستش، انواع، سرمایه‌دار هست. که اونجا من تو صحبتم تصحیح بکنم، هیچ اشکالی که نداره، هیچ خیلی خوبه سرمایه‌دار بشه. بنده صحبتم نیست که سرمایه‌دار هر سرمایه‌داری رو گردن زد، نه سرمایه‌داری که میگه ابزار کشور رو به دست من بدین، همتون بشینین تو صندلی عقب، فرمون رو بدین دست من و جیب من، به اون کاری نداشته باشین، این مخل این هستش که شما یه نظم اقتصادی عادلانه داشته باشید. در چه خیلی ساده، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. میگنم کمونیستی، نه اصلا ربط. شما برین دوستانی که میشنن مطالعه کنن، انگلستان رو شما نگاه کنید، یادتون هر مخصوصا تو زمان جنگ شما میرید یه جوری معیشت مردم رو تأمین میکنید. اولین قدمی که برداشته شه
مالیات بگیرن از اینا، متناسب با چیزی که یا مثلا فرض کنید مثلا بیان بگین که مثلا 15 نسلت، نه یک نسل، نه دو نسل، نه سه نسل، 15 یعنی حدود مثلا 600-700 سال آینده خانواده‌تو یه جوری تامین می‌کنیم که کاخ تو کاخ و تو مال و منال و قوت و بر زندگی کنی، بیشتر از اون رو مالیات بده. خوبه؟ یعنی یه حدی بذاریم. حدی نداره اینجا، حدی نداره اینجا. شما رقم من خدمتتون گفتم صحبت 168 میلیارد دلاریه که پول این مملکت رو بردن و کسی به پاسخ هم نیستن. خب درش مالیات اقدامات بسیار مشخص و عملیاتی و شدنی، نه مصادره ثروت ها، ثروتشون رو بگیرین، نه، ثروت داشته باشه گردن قلفت سرمایه‌داریش رو حفظ بکنه، از یه حدی بیشتر مالیات بده متناسب با این. مالیات اون صورت رو جمع نمی‌کنیم که مالیات من شما میدیم. من به محض اینکه دارم خرید میکنم تو روزمره اصلا حقوقمو که میگیرم، وقتی که حقوقمو میگیرم مالیات ازش کسب میشه. ما داریم این کارو میکنیم، از اونها مالیات گرفته شه. کار دیگه که واقعا ضروریه، امروز واقعا ضروریه، شما سبد معیشت یه خانواده کارگری رو حداقلش رو تامین کن. حداقلش ها، نه بیشتر، نه یک قرون بیشتر، نه. اینکه گرسنگی نکشه، اینکه بتونه تو پول داروی بچه بیمارش رو تامین بکنه، بتونه یه حداقلی برای مسکن یه چیزی بذاره کنار اینو تامین. درش میشه اقدامات شدنی عملیاتی اقتصادی. و بعدم چیزی که باز دوباره رهبر شهید بارها تاکید بود تو صحبت‌هایشون، اقتصاد مقاومتی الزامات خودشو داره. شما تو اقتصاد مقاومتی نمیتونین نظام بهداشتتون خصوصی باشه. ما داریم، ما کسایی که داریم نه یه نفر دو نفر، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر الان دغدغه مثلا شما نمیتونید نظام آموزش پرورشتون رو بسپرین دست نظام سرمایه‌داری، نمیتونید خصوصیش بکنید و کردیم ما این کارا رو. اینطوری نیستش ما میگیم بلایا، میگیم همه توجهشون روی جنگی که اسلحه کجا میاد سینه کسی رو میشکافه. این اتفاقاتی که تو این چند دهه گذشته اتفاق افتاده، اینا فلاکت برای مردم آورده، اینا بدبختی برای مردم آورده. با اثبات با این ازش صحبت کرد و مسببش کی بوده؟ حوزه علمی خیر، روحانیت خیر، سپاه خیر، بسیج خیر. پس کی؟ سرمایه‌داری. همه سرمایه‌دارا خیر. کی پس؟ سرمایه‌دار نولیبرال افسار گسیخته صاحب مملکت. آقا مملکت مال خودشون اینا میدونن، بقیه ما اینجا چیزیم؟ علافی. شما مهار اون نیرو، شما اقتصاد ایران رو بدون مهار اون نیرو نمیتونید سازمان بدید. و الان اما این جریانی که شما تو خیابون دیدید میلیون‌ها، الان مقطعیه که این بند رهاشه، این فشار دوش جمهوری اسلامی برداشته شه، سکان حکومت از دست رفقا، از دست دوستان دزد. ببخشید چیکارش بکنم؟ مثلا کلمه شما من اصلاحش کنم، چیکارش بکنم؟ کسی که برمی‌داره ثروت مملکت رو برمی‌داره میبره و نمیاره غیر از دزده، از اون گرفته شده. این اقداماتو میشه کرد. این اقداماتو میشه کرد. مهمتر از هر چیز دیگه‌ای اون چیزی که جلوی چشم ما 4 ماه اتفاق افتاده این رو تداوم پیدا بکنه و اون چیه؟ سازماندهی مردم تو محلات. آقای شهرابی، به عنوان سوال آخرم میشه در رابطه با اختلاف نظر بین سیاسیون ایران چه نظری دارین؟ خب تو این چند ماه اخیر اختلاف نظر خیلی بود و اینکه میخوام ارزیابی شما رو از این اختلافات بدونم، اینکه اختلاف نظر در زمینه‌های مختلف. بسیار سوال مهمیه. ببینید این رو من نمیگم، تجربه شما نگاه بکنید دیگه، تاریخ معاصر هر کشوری که نگاه بکنید، اون جایی که ضربه خوردن، وقتی که شکاف باشه توی حکومت، کشور رو ضربه پذیر میکنه. درچه باید به این شکاف فائق شد. راحت نمیشه گفتش که اختلاف نباشه. اختلاف هست. اختلاف که شما نمیتونید با فرمان و دستورالعمل و بخشنامه بگید آقا اختلاف نداشته باشید. اختلاف هست. یک کسی واقعا اعتقاد داره که
باید بریم بخندیم، مسائل حل بکنیم، امتیاز بدیم، مسائل حل بکنیم، سازش بکنیم، مسائل حل بکنیم. یکی میگه نه، باید مثل سید علی جونمون رو در راه وطنمون بذاریم و اینجوری از کشور بود. پس اختلاف هست. وقتی که این اختلاف هست، چجوری میشه اتحاد داشت وسط اختلاف؟ میشه شاغول داشته باشیم، یه جوری نگاه کنیم. تو قانون اساسی هم داریم، به لحاظ منطقی و عقلی هم درست در بیاد که رهبری رو نگاه کنیم. چون توی حکومت دارید شما لیبرال دارید، چه میدونم اصلاح طلب دارید، اصولگرا دارید، غیر اینا دارید، همه جور دارید توش. یه شاغول داشته باشیم، با یه جا بریم جلو، خل اون متحد شیم. واسه همینه من یادداشت اخیراً داشتم، فرصت استفاده می‌کنم تبلیغش رو بکنم. یادداشتم این بوده که بام رو بسازیم. بام چیه؟ با که باس، میمشم مال مشتباست، یعنی با مشتبا. بام یعنی با مشتبا، یعنی با مشتبا باشیم. چرا؟ چون از اسم مشتبا من خوشم میاد، چون میخوام تملق بشه. خودم روک صحبت میکنم، ریا بشه که نه، به خاطر اینکه آقای مجتبی خامنه‌ای صحبتی که کرده من باهاش فکر میکنم بسیار رهایی بخشه. میگه ملت حاکم باشه، ملت مبعوث حکمرانی بکنه، همه حرفی که بنده دارم میزنم. در نتیجه برای اینکه اتحاد ایجاد بشه، اولا اتحاد رو یه جور دیگه نگاه بکنیم، چون میگیم بالا اختلافه. این از کف شروع کنیم متحد شدن، تو کارخونه متحد شدن، تو محله متحد شدن، پایه اتحاد رو وسیع کنیم. ما نداریم، داریم اونور داریم که میتونه الگو باشه واسه ما، باید هم الگو باشه. مثلا نگاه کنید شما تو پارس جنوبی به بدنه قوی کارگری ایران، شما تشکل و سازماندهی دارید که مطالبه میکنه واسه خواسته های اون جامعه‌ای که معرف منافعش هست، به طریق منطقی و طریق اصولی با دفاع از نظام و جمهوری و حاکمیت ملی تو اون چارچوب دفاع میکنه و دستاورد هم کسب میکنه. اون الگو قرار بدیم، اون نوع سازماندهی که از کف فرض میکنه. این طرف هم هر کسی که تو این جریان میاد زاویه میگیره، الان که واقعا خجالت آوره، واقعا چیزه، باید یه جوری نمیدونم چه تدبیری، هم قوه قضاییه هم غیر قوه قضاییه، همه باید تدبیر. وقتی که خط مشی مقابل رهبری اتخاذ میشه، یا واسه ما اختلاف هم داریم، یا واسه اصلا لبخند میزنیم میگه رهبری حرف خودش رو داره میزنه، بی خود میگه مقاومت بکنیم، باید بریم بشیم سازش کنیم. آقا نه، شما نظرتون محترم، میگین سازش از حکومت بفهم بیرون. تو حکومت نمیتونی حقوق دارونی بکنی تو این مملکتی که ده ها صدها هزاران نفر بچه‌شو بدونش. شما نگاه کنیم ببینید میناب چیکار کردن. میناب هم وقت یه نمونه منزوی اتفاقی که رفتن مینابو کشتن نیستش که، اینا سیاستشون. این آقای ترامپ رو ببینید حرفشو میگه، بارها گفته این ملت رو میگه همتون رو میبرم، همه رو میگه. اصلا یه کاری میکنم علنا میگه دود بلند شه، صحبت اتم داره میکنه که ایران اول بره دود بلند شه. وقت چه اتفاقی داره میفته تو ایران که میگن غلط کردی. اون دورانی که تو بگی میزنم میکشم میخورم چش در میارم اینا تموم شد. دست بزنی دستتو میشکنی، رهبر بکشی خودتو، همه اونایی که فرمان تو اجرا میکنن عدم گردنتون میزنی. مطالبه به حقه، این مطالبه عادلانه است، منصفانه است. چون برش میگردونن دیگه. شما الان به همین الان شما داریم الان صحبت بکنیم، شما رسانه‌ها رو جمع بکنید، تندروها تو ایران، تندروها الان خواستار انتقام شدن. آقا چه اصلا چه ربطی به تندروی و کندروی داره؟ شما اومدین تو خونه من، در خونه رو با لگد زدی، اومدی پدر و مادر منو کشتی، بعد من میگم آقا چاقو میخوام میگم آقا چیکار داری میکنی؟ من میشم تندرو؟ اینجا من میشم تندرو؟ و اونایی که وقتی که پدرمو کشتی مادرمو کشتی میگن که کوتاه بیا یارو چاقو دستشه، زانو بزن، تعظیم کن. و ایران با پیروی از شعار امام حسین هیهات من الذله، بنابراین داره که تن به ذلت نده و این اتفاق بسیار مبارکیه.